شلوغ‌ترین چهارراه دنیا شیبایا. گشت اول امروزمون. بچه‌ها امشب به عنوان اولین گشتمون اومدیم چهارراه شیبایا، شلوغ‌ترین چهارراه جهان. به محضی که چراغ سبز بشه یک جمعیتی میان از چهارراه رد میشن و به خاطر همین این چهارراه معروف شده. الان هنوز چراغ قرمزه و ببینید پشت سرم کلی آدم واسطن. قرمز شد. پشت سرم بعد از چهارراه خود خیابونه، خود مغازه، خود رستورانه و یکی از نسبتاً زنده در شیبایاست. Hey, do come out and eat that dog. Honey, nice, not to my soda. What am I saying? Hey, don't get it, I get it. Yeah, step back, get it, my touch, I get to the higher. Yeah, I'm up to the higher. Yeah, go for the 90 on tight down. Honey, cuts out, money, mana. Do come out and eat to my higher. Yeah, stick to the dirty now, stick to the dirty now. Yeah, mara. Honey, get.何して今日から目がそれがどうしたか別にいい俺はハイになりたい誰が楽しみたい気持ちことがしたいいやそんな感じありがとうبچه یه فروشگاه‌هایی توی ژاپن هست به نام فارمسی، ولی اون داروخونه‌ای که ما تو ذهنمونه نیستش. همه چی فروشی هست. خود من نگاه کنید خود قفصه از کرمای آرایشی گرفته الوار خوردنی و اینا همه چی داره اینجا. مثلا این قرصا رو که من دفعه پیشم گفتم مثل قرص هست برای تب و سرماخوردگی و خیلی خوبه. بعد اینا برای درده. خیلی یه چیزی که ژاپن باحاله خیلی جزئی نگرم بسیار جزئی خیلی اهمیت میدم. الان توی این فروشگاه این سمتش داروهای انگار تقویتی داره، شربت های تقویتی و دارو نوشیدنی گرم سرده. برم این سمت انواع کرم های آرایشی و ضد آفتاب و اینا. قفصه ها بهتون نشون بدم که همه چی فروشیه. خیلی باید با دقت نگاه کنیم این فروشگاه رو. مثلا این چیزا یه جوری مثل پاستیل ماست که خیلی محبوبه توی ژاپن. بعد درجه سختی داره، این الان نرمشه، مثل انگور نرمه. هرچی سخت‌تر باشه اینجا درجهش هم نوشته بیشتره. این نرمشه، خوشمزه است کلا و برای سوغاتی هم خوبه. ببینید این انگور بنفششه، این انگور سبزشه، این حبای پرتقاله. ببینید دقیقا مثل این سفتشه که شاید پاستیله. ببینید درجه سختی که میگن که نگاه کن شماره 1 این درجه سختش 2 سفت هم میشه دیگه. هرچی بیشتر بره بالاتر دقیقا تبدیل میشه به پاستیل.
خب चलिए ये सैंपल है ये तुम्हें काउंटर पे देना देन रिव्यू تا ببین اینجا باید کلا توی ژاپن گوگل ترنسلیت یا گوش مصنوعی تو گوشیتون داشته باشین. این الان یه تبر و قرص برای ضد درد خیلی خوبیه. ببین انواع مختلف داره. این چسبی که من دفعه پیش خریدم، چسبه برای روی زخم. ببینید زخم که میشه چسب بیرنگه میزنید و دیگه اون از اون شکل زشت چسب کاغذی راحت میشین. چیز جزئی زیاده. اینجا باید بشینی قشنگ با خیلی راحت وقت بزنین همین فروشگاه رو نگاه کنیم. حالا سر فرصت فروشگاه دیگهش براتون عکس فیلم می‌ذارم. اینم انواع چسبای درد. لنزای آرایشی ژاپنیا، لنز و موژه و لاک رو خیلی دوست دارم. با طرح‌های خیلی بامزه‌ای هم می‌زنن. یه قیمت لنز رو بگم چقدره. اگر قیمت داشته باشه، خب این لنز ها 2500 ینه. قیمتش هم بالاست. محصولات بیورا هم که محصولات خیلی خوبیه. من خیلی استفاده کردم. اینجا پیدا میشه. ببینید همه چی داره. بعد دقیقا که لوازم آرایش داره، کرم داره، آرایشی داره، خوراکی هم هست. این کیتکت های محبوب. این کیتکت فقط تو ژاپن پیدا میشه. ببینید کیتکت با طعم ماچاست. این کیتکت بیسکویتی و چایی و کیتکت پرتقالی و توت فرنگی و خیلی متنوع. ببینید خیلی هم خوشمزه است. این با طرح فوجیه. ژاپن تو طرح‌های بسته‌بندی خیلی اوکی هم. ببینید کیتکت با طرح کوه فوجی. قیمتش یه ذره از اون کیتکت معمولی بالاتره به خاطر این بسته‌بندیشه. خیلی بسته‌بندی زیاده احتمالاً تو ژاپن میدید. ببینید حالا بیرون فروشگاه میخوام نماش ببینید. این فروشگاه دقیقا این شکلیه. معمولا یه قفسه دارن بیرون مثل این و بعد میری تو همه چی پیدا میشه. این کرما رو چجوری ریخته، چجوری همچه کرما رو انداختن. محصولات بیوره و آکوا. خب بریم سراغ این ماشینان وندینگ ماشینایی که خیلی تو ژاپن زیاده. ببین الان ایشون یه دونه نوشیدنی می‌خواست. حساب کرد و برداشت. لازم هم نیست بیاد توی سوپرمارکت. طرحش رو زده دقیقاً چه نوشیدنی می‌خواد. و قیمتش هم اینجا 150 ین، 140 ین و نسبت به فروشگاه کلا ارزون تره. شما پول رو میندازین یا کارت اعتبار. اگه کارت دارین اینجا کارت اعتبارتون رو میذارین. اگر هم کش میخوان بدین اینجا یا اگر سکه. بعد نوشیدنی رو براتون میندازه این قسمت.